در شهر توریستی وان ترکیه بنیادی برای حمایت از گربه‌ها وجود داره که به خانه گربه‌های وان معروفه. در این مجموعه گربه‌های نگهداری میشن که به عنوان نماد شهر وان به حساب میان. سال 1999 بود که مسئولان دولت ترکیه متوجه شدند گربه‌های چشم دورنگ وان رو به انقراض هستند و تنها 90 گونه از این نژاد باقی مونده. این اتفاق بهانه‌ای شد تا با ایجاد مراکز نگهداری گربه‌ها حمایت از اونها به شکل جدی‌تری دنبال بشه. در شهر وان 2 خانه گربه‌ها وجود داره. یکی همین مرکز که در خیابان ملن در مسیر قلعه تاریخی وان و در مجاورت مرکز خرید صنایع دستی آروبانی بدستنی قرار داره. دیگری هم در فاصله 12 کیلومتری از این مرکز در محوطه دانشگاه یوزینجی ایل و در نزدیکی دریاچه وان قرار گرفته. امروز اینجا به یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری شهر وان تبدیل شده و گردشگران علاقه‌مند میتونن از اون دیدن کنن. دیدن این گربه‌های زیبا از پشت فنس رایگانه، اما اگه میخواید به داخل برید و گربه‌ها رو تو آغوشتون بگیرید و نوازش کنید باید مبلغ 10 لیر پرداخت کنید. گربه‌های وان گونه خاصی از گربه‌ها هستند که زیستگاه اصلی اونها این شهر یعنی شهر وان ترکیه است. این گربه‌ها ویژگی‌های منحصر به فردی دارند. اونها ظاهر سفید رنگ و چشمان دو رنگ دارند. یکی از چشم‌های این گربه‌ها به رنگ فیروزه‌ای و چشم دیگه به رنگ کهرباییه. با این حال در این مجموعه گربه‌هایی هم وجود دارند که رنگ چشمان اونها یکسانه. چشم این گربه‌ها در مراحل نوزادی خاکستری رنگه. به مرور زمان بعد از 25 روز رنگ چشم‌ها تغییر میکنه تا اینکه در 40 روزگی رنگ چشم اونها به صورت ثابت دو رنگ باقی میمونه. این گربه‌ها موهای ابریشمی سفید رنگ دارند که اونها رو زیباتر و دوست داشتنی تر میکنه. در فصل زمستون حجم موهای اونها بیشتر میشه. علاوه بر رنگ سفید خالص، بعضی از اونها دو رنگ یا ابلق و بعضی دیگه خاکستری رنگ با حاشیه‌ای از نوارهای تیره هستند. یکی دیگه از ویژگی‌های جالب این گربه‌ها اینه که علاوه بر خوردن غذای مخصوص گربه‌ها، اونها عاشق خوردن هندوانه و خربوزه هستند. همچنین برخلاف اغلب گربه‌ها که از شنا کردن واهمه دارند، گربه‌های وان شنا کردن در آب رو دوست دارند.
گربه‌های وان گربه‌های شیطون و پر جنب و جوشی هستند. حتی اگه علاقه‌ای به گربه‌ها نداشته باشید، این گربه‌ها میتونن خیلی راحت خودشون رو تو دلتون جا کنن. این گربه‌ها خیلی راحت با انسان‌ها زندگی می‌کنند و باهاشون ارتباط برقرار می‌کنند. اونها به حیوانات اهلی مثل مرغ و جوجه‌ها آسیب نمی‌رسونند. گربه‌های وان حدود 13 سال عمر می‌کنند. اونها به شدت حیوانات وفاداری هستند. اگه دلتون می‌خواد یکی از این گربه‌ها رو به عنوان سوغاتی شهر وان به یادگار داشته باشید، بهتون بگم که شما میتونید با پرداخت حدود 700 تا 4000 لیر یکی از این گربه‌های زیبا رو خریداری کنید. قیمت گربه‌ها بر اساس رنگ، سن و ویژگی‌های اونها متفاوته. Yeah, thank you. مردم شهر وان بر این باورند که گربه‌های چشم دو رنگ این شهر تنها جفتی از گربه‌ها هستند که حضرت نوح اونها رو سوار کشتی خودش کرده بود.